بسم الله الرحمن الرحیم. حرف بزنید. یلدای سال 1403 منزل آقای ناصر تهیخانی حبیب. عمو ناصر بفرما از قدیما واسمون بگو. علی اینجوری نبود که بالا وسایل نبود که دو تا گردو بود، دو تا بادون بود، از این کشکش بود، از این مویجای مسمستون رو عرض کنم که عسکری بود. این رفتن خونه بزرگترها، همه جمع می شدن، می گفتن، می خندیدن، قصه می گفتن، دایره می زدن، همه کارا رو انجام می دادن، شاد بودن، همشون مهربون بودن با هم دیگه. اینجوری نبود که مثل الان داداش ماماداش قهره، همساله با همساله قهره. همه مهربون هم بودن، همه از حال هم دیگه خبر داشتن. اگر یه کسی نداشت، اگر هندونه داشتن میبردن میگفتن ما هندونه داریم بیاریم برای شما. الان خوب تمام شد. حالا من حرف بزنم. خدا قدیمی رو همه رو رحمت کنه. زمستون هم بیام به زمستون اینقدر برف میومد که همه تو کوچه ها سر برف میریختن این برای چرا از این چراغی چیزا میگیرن دستشون فانوسا این خونه تو خونه میرفتن. همه میرفتن شب نشینی میرفتن، میگفتن، میخویدن، میپرسیدن از حال همه شما چی داری؟ امسال بعد چجوریه؟ گندم داری؟ آرد داری؟ هیزم داری بریزی لیکوسی؟ این همه خوب بودن با هم. برف میومد میرفتیم ما چیزیم که نداشتیم میرفتیم هیزم بخریم تا چرا پور میکردیم. خدا مشتی بلال میگه دیگه حرومه. چه حرومه؟ حاطی باجانا سری که آچیه ایزیما چه سر تایچه آهانی حرومه. یعنی چی؟ از هشت ما پاسقت زماندیم پول گیره شب که تیم زابره باشه ما ای داده بیدا. خب هنی خوردنی چی بود؟ خوردنی چی بهتون خوردیم؟ خوردنی؟ شب یلدا خوردنیتون چی بود؟ بعدا بیرم نمیاد. چی میخوردید خب شب یلدا چی میخورد؟ اینو میخورید شب یلدا مویزه موز به وای مفا انگور فا انگور موید نیاز کنم انگور فا انگور آره همه چی به هرکی ندردشون دارم ببردشون بعدشون که باشون بایا شکلات هدیه محله یعنی بکو بار به زندگی ای داده بیداد